افسانه دانا. بود نبود یک بچه بود نامش بهرام. وی یک روز هنگام بازی دانه زردالو یافت. آن را به مادرش نشان داده گفت: مادر جان، این دانه را شکسته بخورم یا کشت کنم؟ مادرش مصلحت داد: نشکنو، برده به زمین بشینان. آب بریز، نهال می سبزد، پرورش کنی، درخت کلان می شود، میوه می دهد، بعد مزه کرده می خوری. بهرام خوب گفته دانه را تگی خاک کرده آب داده گفت: ای دانه، اگر تا آمدن من نه سبزی کوفته میگیرم و شکسته میخورمت. چند وقت گذشت و آمده دید که دانه سبزیده نهال شده است. نهال را دیده پیش مادرش آمده گفت: مادر جان، دانه نهال شده است. نهال را کنده چلک بازی میکنم. نکن، گفت مادر. آب بده، نهال درخت شود، درخت میوه بندد، میوه های آن را مزه کرده میخوری. بهرام آمد و باز نهال را آب داده گفت: ای نهالک، اگر تو آمدن من درخت نشوی، از ریشه‌ات کنده میپرتویم. چند وقت گذشت و بهرام دید که نهال درختی کلان و سرشاخ و برگ شده است. درخت را آب داده گفت: ای درخت، اگر تو آمدن من غرق میوه نشوی، افتونده هیزم میکنم و به خانه میبرم. مادرم به آتشدان میاندازد و نان میپزد، خورده حلاوت میبرم. باز چند وقت گذشت و بهرام دید که درخت غرق میوه شده است. خرسند شده به بالای درخت برآمد و زردالو خورده مزه کرده نشست. همین وقت یک البستی خود را به شکل کمپیر کور در آورد و به کتفش خلطه، در دستش عصا، به زیر درخت آمده ایستاده فکر کرد: این بچه را نیست کرده درختش را صاحب می شوم و میوهش را خورده زندگی می کنم. البستی با این اندیشه به بهرام گفت: پسر جان، از راه دور آمدم، حلقم خشک شده است، به من کمتر زردالو بده. بهرام زردالو چیده به پیش کمپیر پرتافت و گفت: انا خاله جان، گیرید بخورید. اوی بچه، گفت کمپیر، من یک پیرزنی عاجزم، چشمانم نمیبینند، دستانم گیرا نیستم. خودت فرو آمده به دستم ندهی، من یافته نمیتوانم. بهرام از درخت فرو آمده زردالوها را چیده به کمپیر دراز کرد. دراز کرده بود که البستی از دستش داشته گرفت و او را به خلطه‌اش انداخته به کتفش برداشته رفت. البستی به حولیش رسیده خلطه را یک سو مانده به دیگ روغن انداخته علو کرد. وی علو کرده ایستاده بود که بهرام خلطه را شکاف کرده بیرون شد و به بالای سفیدار برآمد. کمپیر آمده به خلطه نگاه کرده دید که بچه نیست. این طرف را کوفت، آن طرف را کوفت، او را در هیچ جا نیافت. پسر جان، پسر جان، کجا رفتی؟ فریاد کرد البستی. بهرام از بالای سفیدار صدا داد:
من در اینجا خالجان البستیم. سرت بالا بردار، چشمت کلا کشو، میبینی که من در کجایم؟ البستی دید که بچه در شاخی از همه بلندی درخت پایهایش را بازی دارانده نشسته است. پسر جان، با آنجا چه خیل بار آمدی؟ خود را به نادانی زد البستی. بیل آهنی را در علوی دیگ شما تفساندم، بر رویش نشستم، بیل بالا پرید، خود را در بالای درخت دیدم. جواب داد بچه. این کاری آسان بوده است کو. خرسند شد البستی و بیل آهنی را تفساند و بر رویش سوار شده بود که سوخته مرد. بچه زیرک با این تدبیر هم خودش و هم درختش را از البستی رها کرد و شاد و خرم زیسته هر سال از میوه زردآلوی با دست خودش شینانده میخورد و شادمانی میکرد.